عرض احترام مجدد، شما دیدین که نظریات مردم افغانستان در قسمت از بین بردن خط دیورند چی بودن؟ چرا بسیاری از برادرایی سوال داشتن و این به شکل عملی و پیشکشتان کردم. موضوع مهم ایست که از تمام برنامه سازای داخل امریکا، در اروپا، در افغانستان خواهش میشه که امی منفی گرایی و امی جد و جهد در مقابل یکدیگر از بین ببرن و یک جبهه واحد باز کنن که او وجود آوردن صلح آرامی داخل افغانستان، مبارزه در مقابل دشمنای افغانستان باشه. ما خواهش میکنم بالخصوص از آقای فرید یونس که دائما بالای بزرگاه حمله میکنن و موضوعات یک خصوصا بالای دکتر ستار سیرت، مجددی صاحب، قاری صفی الله و سایر برادران و بزرگاه موضوع کنا صحبت کردن که مرا بسیار فوق العاده بیقرار ساخت و اونا گفتن که فکر انسان از شریعت کده بالاتر است، یعنی فکر انسان شریعت می سازه. به این ترتیب که ما به این گفتهشان یعنی موافقت ندارم. تمام شریعت که نزول شده از جانب خداوند و پیغمبر بزرگوارش نازل شده و این که شما دائم ذکر میکنین که من نه شیعه هستم، من نه سنی هستم، من یه چیزی نیستم، من نمیفهم که این در قسمت گمراه کردن جوانای ما چی رول را بازی خواهد کرد. لطفاً اگر شما محقق دین خود میشمارید، شما باید از اتحاد اتفاق و شما میفهمین که ای پوشاندن یا یک بسیار اجری بسیار زیاد داره. شما لطفاً از این کارتان و سایر برنامه سازا خواهش میکنیم که با مقابل برادر دیگه خود نرین، باید اتحاد اتفاق به وجود بیاریم. و دیگه ای که ما فکر میکنم که ما همین شکل موضوعات سیاسی ما به شکل ازی شده که بتپرستی، یعنی بتپرستی به این معنا که هر کس عاشق گرودی همو لیدر خود شده دیگه. این از نگاه اسلامی من است. خداوند در قرآن شریف میفرماید کسایی که بتپرست هستند زمان نوح علیه السلام، اونا در آخرت و اینا خداپرست نیستند و کارهای ملی را به اساس دین مقدس اسلام نمی کنند. در آخرت اونا میگویند که بسم الله الرحمن الرحیم و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، به اینا گفته میشه که کجاست او بتکایتون که شما پرستش میکردین و شما خداوند پرستش نمیکردین. من دون الله هل ینصرونکم، و بجز از خداوند که تنها به شما کمک تدارک میکنه. و دیگه کسایی که این کارا رو میکنن و اینا که جزا میبینن از خداوند تقاضا میکنن فلو ان لنا کرة فتکون من المؤمنین، میگه کاش که وقت شوه که ما را دوباره بازگشت بتی به دنیا که ما از جمله مؤمنان باشیم. و خداوند میگه دایی دیگه جوابش میگه که ان فی ذلک لآیات و ما کان اکثرهم مؤمنون. شما تمامتون امتحان شده هستین، وقتی که شما برین باز هم مؤمن نمیشین. و کسایی که آیات قرآن شریف تعقیب میکنن و با طبق اساسات دین مقدس اسلام حرکت میکنن، اونا را خداوند برش پیغام میده بسم الله الرحمن الرحیم و ازلفت الجنة للمتقین. معنایش است که نزدیک کرده میشه جنت برای متقیان، بهشت. و کسایی که بر ضد گفته‌های خداوند جل جلاله و پیغمبرش حرکت کردن با اونا چی میگن؟ و برزت الجحیم
للغاوین و اینا ظاهر کرده میشه دوزخ برای گمراهان، ظاهر کرده میشه دوزخ. یک موضوعی ما براتون بگوییم که کار را که شخصا ما میکنیم، ما میکنم ای که شما موافقت داشته باشین نداشته باشین، دشمنای مردم افغانستان، او کار ما میکنیم چیزی که خیر و فلای مردم افغانستان دو باشه. ما خودم هیچ چیز را نمیخوایم، من نه به خود کدام چوکی میخوایم، نه به خود کدام مقام میخوایم، نه کدام منافع شخصی. و ای که خائنات که توطئه میکنن و تبلیغات مندازن هیچ کدام ارزش ما نداره. باز از نگاه افغانی ما اونا را بخشیدیم و کسایی که صحبت ها را میکنن ریگ خوش دیوال نمیچسبه. ما کار خود میکنیم، کار ملی خود، ما خدمتگار برای مردم افغانستان و افغانستان عزیز خود هستیم. و چیزی را باز هم ما تکرار میکنم، چیزی را ما خواد کردیم که برای خیر و فلای مردم افغانستان باشه. ما 4.5 سال است که ما مبارزه میکنیم. شما دیدین با کمک خداوند و با کمک رفیقا و دوستان داخل افغانستان در علق پاکستان ما رفتیم، به اصطلاح در علق نوکرایش، زیر زناقش به اصطلاح رفتیم، مبارزه خود دوام کردیم. شما بفهمید که در ولایت لوگر ما تشریح نمی کنم، خب شما خودتان میفهمین. و ما مو ولایت قصداً انتخاب کردیم و ما گفتیم بیا که بریم با چه اندازه مردم افغانستان فکر میکنن راجع به موضوعات ملی. شما دیدین که از 99 نفری که به اصطلاح 99% مردم لوگر موافقت کردن که خط دیورند باید از بین بره. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام خورجان گل، بفرمایید صاحب شما. خوب هستم. زنده باشین. بچه افغان سلام سلام براتون. زنده باشین خورجان گل، لطف کردین صاحب. ما والای فیلم که دیدم با خود بالیدم، گفتم که ما همه یک افغان شکر داریم که همین قدر شیر آدم مرد و شیر باجرت است. بلوگر رفته مثل آهن رفته اینجا که در 12 سال خود کرزه کت کابینیش امرای خلیلی و جرنال صاحب است و مک مارشال هستی بلاست رفته نتانست. و این ما یک موفقیت کلانه براتان تبریک میکنم. زنده باشین صاحب. و دشمنایی که براتان پروپاگاند ساخته بود رویشان سیاه شد. نال ببینم قدرت که نام خدا تا کجا رسی که مردم مصاحبه کردی، تمام مردم طرف اول خدای پاک باشه باز مردم. زنده باشی خورجان گل، لطف کنید. من نایست یک خوار کوچک یا بزرگ از پیشتان تشکری میکنم. همیشه صحت خودت و فامیلت میخوایم. زنده باشی صاحب. احترامات من خدمت فامیلی محترم تقدیم کنید صاحب. بسیار زیاد تشکر از تلفن تان. تشکر. همیشه بیرقتان برافراشته باد. زنده باشین صاحب. السلام صاحب. زنده باشین صاحب. همگار باشین، با عزت باشین. زنده باشین صاحب. با امان خدا صاحب. با امان خدا صاحب. بله بفرمایید صاحب. بله بفرمایید صاحب. سلام علیکم آقای متین. السلام علیکم برادر گرامی، در خدمتتان هستم. امر کنید. باشین. خوب هستین؟ زنده باشین صاحب. امر کنید صاحب برادر گل ما. تشکر از لطفتان، بسیار خوشحال شدیم. واقعا من 20 سال نرفته بودم لوگر، تمام لوگر نشان ما دادید. خیلی خوشحال شدم. چطور بود بیادر؟ احساس چطور بود؟ آدم گریان نمیگیره که ببینی آسمان افغانستان، ببینی مردم افغانستان، مناظر طبیعی ما بیادر ناقی عمر خود در امریکا و اروپا تیر میکنیم. با خدا دور پناه میرزه. او بیادر او خورا بیای که ما یک جای شویم، یک روز تعیین کنیم به ضد پاکستان قیام ملی کنیم. در غیر از قیام ملی دیگر راه حل نیست. ما همیشه پروگراماتون تعقیب میکنم. واقعا یک آدمی هستی که کشور ما را یاد همه میندازی و ما را آگاه میسازی که دشمنای افغانستان کی است و کی دخالت میکنه در امور کشور ما. شما خود دیدین جرأت افغانای ما را در اون منطقه میگن که دشمنای افغانستان بسیار فعالیت داره، اما دیدین جرأت و شهامت افغانای ما را. ما صدقه از این تا افغان شوم.
تشکر، زنده باشید. مزاحم وقتتون دیگه نمیشم. نه روی تو میبوسم بیادر، زنده باشی. ما خو خدمتگار شما مردم هستیم. زنده باشید. ما خاک پایتون هستیم. زنده باشید صاحب. زنده باشید صاحب. السلام علیکم. بله صاحب بفرمایید، در خدمتتان هستیم صاحب. بله 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 بفرمایید، در خدمتتان هستیم صاحب. بله بفرمایید صاحب. السلام علیکم جناب حکیم صاحب. السلام علیکم برادر، چه حال دارین صاحب؟ امر کنین، در خدمتتان هستیم صاحب. خوب هستین جناب سنجور؟ بخیر خیرت. زنده باشین زنده باشین. بفرمایید برادر گل ما. تشکر، زنده باشی. والا خدا خیر بدتان، خدا جان و جور بدتان که ولایت لوگر بعد از زیاد وقتا نشان دادن و رفتن این در ولایت لوگر و در مرکز ولایت لوگر و در ولسوالی مادغا زیادتر جایی که در نظر از تبلیغات مردم ما شنیده بودیم که امنیت نیست و مردم رفتن هم میتونه و چی هم میتونه. شما رفتین در اوجا مردم دیدین و مردم ولایت لوگر گفته خودتان مردم شریف ولایت لوگر بسیار با غیرت و با شهامت صحبت کردن بدون کدام حراس. یعنی از این معلوم میشه که حالی الحمدلله در ولایت لوگر امنیت مردم و امنیت راه و بسیار تامین است و خودتان با بسیار جرأت و شهامت رفتین در کمرای مردم ولایت لوگر گپ زدین و انشالله حالی هم از اون نظری که ما دیدیم که همون برنامه خودتان هم بسیار مردم پیشرفت کرده و مردم هم زیادتر به گفته خودتان سواد دارن و خوب صحبت کردن درباره خط دیورند. کل مردم افغانستان الحمدلله که تا با آخر انرژی و چی که در بدنشان است انشالله که مبارزه میکنن و خواهد کردن و خدا شما را خیر بده، عمر دراز نصیب کنه. کت شما دوستا مردم چطور بود بیادر؟ چپن کت کلا نمود میداد مری یا نه؟ والا بودم ما دیدم با خدا خندام کردیم و خدا از اون که خیار است و ایشون تبریک باشه. ما براتون تبریک میگم که هم چپنه گرفتن هم کلا را براتون دادن. تبریک باشه از طرف ما براتون تبریک میگم. نوش جانتان زیادتر اختتان از زیاد مردم ها رفتن نمیدونم خودتان اگه رفتیم دو وجه که مردم صحبت کردید دیدن بسیار خوب بسیار خوش آمد. تشکر، زنده باشید. زنده باشی بیادر. یک چیز دیگر برات بگویم که کرزی صاحب هم کمیسیون صلح در 12 سال هیچ چیز کرده نتونست. اگر بخیر رئیس جمهور آینده که یعنی بسیار شواهد زیاد ایست که دکتر صاحب اشرف غنی شاید رئیس جمهور شود و او دوست ما است، رفیق ما است، شخص ملی ما است. ما هر کسی که رئیس جمهور شود انشاءالله در وقت انتخابات در افغانستان خواد بودیم و یکی از شرایطی که ما از اونها میخواهیم ایست که خط دیورند در اجندای خود پرته. بله. خط دیورند در اجندای خود پرته که ما مثل سایر ممالک ما باید یک جای شویم که برادرای خود و یک راه بحری داشته باشیم، بریم در بحر. ما در این ممالک آمدیم میگیم ما بیچ رفتیم و خوش آمدیم، ما در اونجا میریم در خود بحر خود میریم، در بیچ خود میریم، اونجا پاک نگاه میکنیم. ما رفتم کراچی، ایک بحر در قسمت بحر کراچی به اندازه یا کثافات انداخته بودن این پاکستانیا، به اندازه کثافات انداخته بودن که ما بیخی همونطور کلمه گیج شده بود. ما گفتیم چقدر کثیفی بیچاره نگاه میکنن. ما بندر گواده رو که برای برادرای بلوچ هم آزادی بیه و بندر ما اتفاق کنیم. کل ما که یک جای اتفاق کنیم انشاءالله پاکستان چیزی نخواد کده بتانه در مقابل ما. و شما دیدین به طور عملی و ما پیشتر راستی به ما کمیسیون صلح گفتیم اگر ما بخیر کمیسیون صلح در امریکا و در اروپا از اروپا و خصوصا از امریکا کمیسیون صلح ما تشکیل بتیم و ایره با توجه دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی برسانیم. ما میتونیم به طور عاجل صلح بیاریم. چرا شخص خود من حاضر هستم که برم هر نقطه دوری افغانستان که مردم گپ بزنم. مردم قبلا شناسایی داره با کاری که ما میکنیم. شما دیدین در سفر لوگر و ما حاضر هستیم که بخیر صلح را بیاریم و دیگه نمانیم برادرای طالب خود. او برادرای طالب شما نوکر آیسای میگه شما نوکر ماستین، شما بیادرای ماستین، بیاین ناجی مردم افغانستان شوین، تفنگتان بگیرین
به طرف آیسای برین، سلطه پنجابی را از بین ببرین، سلطه افغانی را بیارین و در انشاءالله با این نزدیک ما دفتری را در قندار باز میکنیم و یکی در وزیرستان شمالی انشاءالله. کد خیر دیگه. بسیار تشکر به روی تو میبوسم. زنده باشی. ما همچنان بسیار خوش شدیم. تشکر. سلامت باشین. خدا عمر برتان نصیب کنه و در برنامه انشاءالله خداوند کمکتان کنه موفق و کامیاب باشین. زنده باشین. خوش برتان میخوایم. زنده باشین. بازم تبریک میگم چپن و کلاه را برتان. زنده باد. بخیر باشین. زنده باشین. زنده باشین. بله بفرمایید در خدمتتان هستیم صاحب. جناب حضور متین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی و عالی قدر. امر کنید صاحب. ما نوری هستم از سنت لوئیس ایالت میزوری صحبت میکنم. السلام علیکم صاحب. امیدوار هستم شما عزیزا وطندارا که رفتین همه گیره دیدین از نزدیک و بویی که افغانستان و لوگر و کابل همه گیره با خود آوردین برای مردم از طریق تلویزیون برای همه مردم اعلان میکنیم. قابل افتخار است برادر. زنده باشین. شما قابل افتخار هم هستین که تو یک برادر ملی داریم که شما در این قسمت سهم گرفتین. کت ما سلامت باشین. من بسیار علاقمند هستم. باور بکنین که شما یکی به 3 سال میشه که در همین مورد به اصطلاح دیگه خط تورند و این جرگه به صحبت میکنین و همه افغان ها چی در اروپا هستند، چی در استرالیا هستند، چی در کانادا هستند، در هر جایی که هستند پروگرام شما را میبینند و این راه شما واقعا راهی است که درد وطن است، از مردم است. به اصطلاح شما از حقوق مردم و از خاک و خاکای از دست رفته ایتان صحبت میکنین. این قابل قدر است. ای کاش که تمام مردم افغانستان همینطور در داخل وطن در سر قدرت نشستن و روی هم رفته، تعدادشان در ایران بودن و دیگه تعدادشان در پاکستان، منظورم از تنظیمات، کاش اونا هم همین اندیشه را می داشتن روی هم رفته در مورد خط دورند اینا تصمیم می گرفتن و دیگه. بله. حکومت کابل که در همونجا وجود داره و از گذشته ها تا امروز اقلا خط دورند در زبان ناوردن. بله. ای کاش که در آینده یک جوانی بیایی که در این مورد تصمیم بگیره و جوانا به اصطلاح در پهلوش قرار بگیره، مردمان روشنفکر و مردمانی که واقعا به درد مردم میخورن و به خدمت مردم هستن مثل شما و قابل افتخار هستن بتوانند که آینده مملکت به اصطلاح واقعا مثل دیگه کشورها درخشان بسازن. زنده باشین بیادر گل. بیادر یک دقیقه گوشتون باشه من یک شعر براتون بخونم کی از طرف استاد خلیلی گفته شده که این شعر میگه وطندار عزیز من بنازم چشم مستت را، وطن در انتظار بازوی کشورگشای توست، از این بدتر چی می باشد که دشمن در سرای توست. ما همی شعر استاد گرامی 100% به شرایط فعلی افغانستان صدق میکنه. دشمن در سرای ما آمده، ما هنوزم در جان یک دیگه چنگاو هستیم، مقابل یک دیگه صحبت میکنیم. پیشتر همین موضوعات ما گفتم که بزرگار ما باید احترام کنیم، خردار باید برش مهربان باشیم و اگر کدام غلطی یا اشتباهی میشه باید ما یک دیگر را کمک کنیم و عیب برادر خود خواهر خود باید پیشکش نکنیم به دیگه مردم. خداوند که عیب ما را پت میکنه. ما چی هستیم؟ خدا بله صاحب. بله خدا ببخشه مرحوم استاد خلیلی را افتخار ملت بود، افتخار افغانستان بود. دنیا اونا را میشناختن. خدا فرزندشان هم به اصطلاح که وقتا فوقتا صحبت میکنن در تلویزیون و درد مردم بیچاره و مظلوم و یتیم و مهاجر به اصطلاح به دنیا میشنوند، قابل افتخار هستند. و من نظرم همی است که ای کاش که شما همه ترتیب در لوگر رفتین و فرصت اگر لازم شوه و مساعد شوه در جلال آباد، در پکتیا، در گردیز یا در خوست یا در تمام ولایات افغانستان، تنها شما نه، در پهلوی شما دیگر جوانا و دیگر وطندارایی که در اروپا هستند، در استرالیا هستند، همین درد و احساس مسئولیت اینا دارن. هر کس خاکای دست از رفته را میخواهند که دوباره پس در افغانستان این خاکابدی ساورده شود. همین روی هم رفته این همین عوامل بدبختی در بدری مردم افغانستان، نیم ده طرف خط دوریان نیم دو خط دوریان همه برادری همدیگر هستند، عزیز نوری چشم همدیگر هستند. اینا یک وحدت و همپارچگی بکنن و اما پاکستان شما نمیفهمند که از عمرش امکان داره 50-60 سالی نگذره، بسیار جوان است
و اینا به اصطلاح دیگه خودشان در اسارت قرار گرفته بودن. همیال باز میخواین که همین راکت‌های اینا همه کس مشرقو ننگرها رو دیگه و اونا میخواین که همین کاملا باید فراموش بکنن. اونا آرزویشون همیسته که نباید افغانستان با هند دوستی بکنه و نباید خاک افغانستان خاکای از دست رفته اینا بخواین و اینا میخوان که یک راه تروریستی به اصطلاح روی هم رفته برای خود باز بکنن و این باید مردم افغانستان قضیه را فراموش بکنن. اما این دیگه پاکستان و دار و دسته دیگه به گور برده باشه و این آرزو را ولو که 100 سال تیر شده باشه 100 سال دیگه هم تیر شود مردم افغانستان همینقدر قهرمان است که از گذشته‌های خود میاموزن از امان الله خان و به اصطلاح دیگه احمدشاه بابا و از اینان میاموزن و اینا خاک خود دوباره به دست میارن. و ما فقط دیگه برای شما جانجوری، سعادت و افتخار، سفر بسیار با عافیت میخوایم و باز در آینده هوا مساعد شود با دیگه دوستا و عزیزا در کابل که رفتین و ملاقات کردین در دیگه ولایت هم در دیگه ولسوالی هم به اصطلاح روی هم رفتن مراجعه بکنین، نظریات مردم بیارین و در به اصطلاح پخش بسازین و این نظریات باید انگلیس خوب باید بشناسه. افغانستان که انگلیس ها خوب میشناسن و این امریکایی ها که ما و شما در اینجا هستیم اینا باید به اصطلاح حقوق مردم افغانستان را درک بکنن و مردم افغانستان به اصطلاح تاریخ قدمت 5000 ساله داره و اینا هیچ فراموش نمیکنه. افغانستان بسیار با شهامت است، همچنان که با بیل و کلنگ و داست انگلیس ها را دواندن و اینا شوروی را به اصطلاح دواندن، اسکندر مقدونی را اینا دواندن. اما اینا مردمی هستند که مردم قهرمان و آزاده و قابل احترام هستند و افغانستان بیرقش هم بلند باشه و خاکش در امنیت باشه و انسان‌های شریف و نجیب در رأس قدرت بیاید و بتانن که درد مردم بیچاره و بینوا به اصطلاح دیگه از بین ببرن و خاکارم به دست برن. ما دیگه گفتنی ندارم، برای شما صحت سلامتی میخوایم. آرزوی من است که خدا شما را به حفظ خود و به تمام مردم افغانستان آرام داشته باشه، یک سلام و آرامی در کشور ما بیاید و همه دست به دست در افغانستان برون و وطنی به اصطلاح دیگه گذشته ها و بابای خود دوباره مشاهده بکنن، لمس بکنن. و تشکر میکنم. السلام علیکم سید، زنده باشید. تشکر، شما به حفظ خدا باشید برادر آقای متین. زنده باشید. رویتون ماچ میکنم صاحب، زنده باشید. تشکر برادر بزرگوار. زنده باشید. زنده باشید. یک موضوع دیگر ما براتون بگویم که ما اگر بخوایم برنامه را دایر کنیم در حدود شاید بر یک هفته مواد داشته باشیم، مصاحبه‌ها، این صحبت‌ها. اگر یادتون باشه 2 ماه پیش ما موقف عربستان سعودی را درباره افغانستان به شما برادرای بزرگوار و خواهرای نازنین پیشکش کردم. شما حال خبر دارین که اگر امی قرارداد امنیتی امضا نشه که باید شرایطی که آقای کرزی گفته و شرایطی است که معنا داره و او باید دولت امریکا بازم میگم با او احترام داشته باشه که خواسته مردم افغانستان است. چرا پاکستان آیسای تروریست است، افغانای ما نیست. و دیگه ای که در قسمت از بین بردن افغانای ما در وزیرستان یا باید توجه شود که افغانای ما و برادرای ما کلش بر ضد دولت پنجابی است و اونا میخوایم به این طریق از طریق امریکا اونا را از بین ببرن. این کل توطئه آیسای در مقابل افغانای ماست، اونا خون ماست. اگر عمق افغانی که شهید شده در این جنگای حمله روس تا حال، اگر شما فکر کنین اگر کلش یک جا کنین دریای نیل برابر دریای نیل همین خونشان ریخته. ما کوشش میکنیم که در واشنگتن به اصطلاح یک لابینگ، یک تیم لابینگ تشکیل بدیم و دیگه ما از برادر بزرگوارم عطاالله صادق تشکر میکنم، از قطوازی صاحب تشکر میکنم، از هوتکی صاحب که مشاور دیریان جرگه است با ما بسیار کمک کردن، از خوار بزرگوارم صبا جان تشکر میکنم که در افغانستان بودیم با ما تلفن میکردن و حال میگرفتن، از شاه محمود جان و از دیگه از انجمن جامعه اسلامی واشنگتن امیدالله صاحب علمی تشکر میکنم و دیگه از شاعر بزرگوار عبدالباری جهانی ما تشکر میکنم و در این حال در بلژیم برادر بزرگوار محمد اکبر معارج
مسئولیت دیرانجرگه را به عهده گرفتن، رئیس دیرانجرگه بلژیم شدن و در این حال همایون درویش معاون دیرانجرگه ورجینیا شدن. ما از خوار بزرگوارم صبا جان بازم تشکر میکنم. بله بفرمایید، در خدمتتان هستم بزرگوار. برادر عزیز و دانشمند آقای صدیق متین، السلام علیکم. ما حبیب هوتکی. السلام. امیال سعی کنین دل به دل چه قرار است. امیال ما اسم بزرگوارتان ما ذکر کردم، شما چقدر با ما کمک کردین، راهنمایی کردین. شما از برادرای بزرگم هستین، ما به شما بسیار زیاد احترام دارم بزرگوار. بفرمایید صاحب، مایک در اختیارتان. برادر ما واقعا شما یک شخصیت ملی هستی، وطن دوست هستی، کاری که شما میکنی کارای آسان نیست. دیگه ما به شما دیگه موفقیت میخوایم، همین پشتکار شما، همین حوصله شما و امیرایی که شما در پیش گرفتین به متانت و بسیار به مردانگی پیش میرین. دیگه خدا شما را دیگه موفق بسازه. فقط پیشتر تلویزیون روشن کردم، چهره مبارک شما را دیدم. ممکن باش که برای شما یک مندانه باشه بگویم که بخیر پس از افغانستان تشریف آوردین. شکر که جور تیار هستی. ما از شما تشکر میکنم اوتکی صاحب گل که در قسمت پیدا کردن زی ملی بسیار زحمات کشیدین و پول شخصی خود مصرف میکنین و دیگه ما از همشیرین بسیار زیاد ممنون هستم که برنامه‌های بسیار مقبول دایر میکنن. شما راستی واقعا فامیل ملی هستین و قلب دلتان در راه خدمت به افغانستان میتبه. یعنی اگر ما یک جای تا اتفاق کنیم ما به اندازی زور داریم، یعنی به اصطلاح آمیانه است ما بگوییم به خدا هر کدام شما افغانای عزیز ما، خوارا و برادرها به اندازه قوت زور دارین. اگر ما همی قوت زور همی تجربه خود در راه به وجود آوردن صلح، امنیت، ترقی، تعالی افغانستان به خرج بریم، بیایی که همی به اتفاقی رو پس کنیم، بیایی که یکی دیگر دوست داشته باشین، قسم بخورین که هر کسی که شما دشمن هستین برای رویش ببوسین، بغل کشی کنین، یک حرکت ملی ده برای پرتیم پاکستان دمین بر پرتیم. بله آقای متین، ما ممکن ما شما را یعنی ما شما بسیار ثابت میشناسم. بله امی گفایی که شما میگی همگی از قلب شما، از دل شما برمیخیزه. شما از روی زمانه گفا را نمیزنید. نه صاحب. یک آدم صادق هستی، یک شخص ملی هستی، به هیچ قوم و به هیچ قبیله و به هیچ شخص مربوط نه خیر. نه صاحب. واقعیت است. ما بخیر تایید میکنم شما همه گپای شما به خاطر ملت است، به خاطر وطن است، به خاطر اتحاد افغانستان است. دیگه با شما دیگه موفقیت میخوایم. موفق باشید برادر محترم، روی تا میبوسم. زنده باشید. 100 دفعه روی شما رو میبوسم بزرگوار. تشکر از تلفنتان صاحب. خواهش میکنم. سلام بگوید. السلام صاحب. السلام صاحب. بفرمایید در خدمتتان هستیم صاحب برادر بزرگوار. سلام علیکم برادر محترم. السلام خوار جان، امیال اسم مبارک شما را ما یاد کردم. از تلفن‌هایتان در افغانستان بودم بسیار زیاد تشکر. از دعایتان یگان دفعه شما گریان هم میکردین دیگه. شما را جای شما دیگه شما مشاور هم معاون دیرانجرگه هلند هستین، هم مشاور خانمای دیرانجرگه اروپا هستین و خداوند شما را خیر بده. بفرمایین خوار جان گل. زنده باشین برادر محترم. شکر که به خیر و عافیت شما آمدین و براتون تبریک میگم ای که به وطن رفتین و تمام پروگرامایتان که در خود شهر کابل گشتین ذره ما دیدیم و به لوگر رفتین. ما ذره پروگرام شما را ما دیدیم. اینمی تمامگی از عشق و دوستیتان برای وطنتان نمایندگی میکنن. زنده باشید. که یک نفری که عشق به وطن و به مردم خود داشته باشه از هیچ چیز نمیترسه، نه از راکت، نه از جنگ، نه از هیچ. و اینقدر به عشق و محبت رفتین و امی رفتن شما همراه مردم صحبت کردن، خودشان دلداری دادن، این خودش یک جهاد است. برای که امی مردم ما دل گرفتن که یک نفری هست که میایه ذره از ما پرسان میکنه و هدفش آرامی افغانستان و حق گرفتن از افغانستان خود است. بله. ما از پیش شما به شما افتخار میکنم. من تمامی چیزای پروگرام های شما رو دیدم. من از مردم خود و البته سلام خود برای خوارا و برادرای خودم تقدیم میکنم و همچنان به برادر آقای خطاب که همیشه برنامه های خود، پروگرام خود همیشه
برنامه‌های دینی و وطن دوستی و همیشه از اینمی برنامه‌هایش معلوم میشه که اونا با پروگرام‌های خود و با تلویزیون خود پروگرام‌های گنجایش داره که همش به منفعت افغانستان است و به مردم خدمت به مردم. باید همین تلویزیون خوارجان تلویزیون پیام افغان باید ما سپورت کنیم. اگر میتونیم ما $10 $20 $30 هر چیزی که میتونیم با تلویزیون خطاب صاحب روان کنیم. باور کنین همیشه میگم برای اینکه پیام افغان یگانه خدمت بر مردم خود میکنه و باید این چراغ پیام افغان هیچ وقت نمانیم که خاموش شود. آمین آمین صاحب ان شاء الله. چرا بچه عشق پیش میبرن، بچه عشق به وطن خود، به مردم خود، بچه بردباری اینا پروگرام خود پیش میبرن. دیگه باید ما مردم همگی باید یک کمک بکنیم. سبا جان ما که در افغانستان بودم صوبکی تمام مردم افغانستان گفتن نمیتونم. در هتل که بودیم به اصطلاح صوبکی تلاوت قرآن مجید میگذارد با ترجمهش خطاب صاحب میکرد و شما فکر کنید که خطاب صاحب بسیار آدم هوشیار است. چقدر ثواب گرفته، چقدر ثواب میگیره و یک رفیق بسیار خوب است. بله اینا باور کنین یک قسم ترجمه دری زیر به اندازی با احساس میده که هر کس باشه عشق به قرآن شریف خواندن و گوش کردنش میکنه. بله. خداوند لای اجر بدن اینا را و چیزایی که به پروگرام خود که گپ میزنن یعنی باز خدا یار جان برادرای ما یگان گپا میزن اینا چقدر به بردباری به جان قربان جواب زوره میده. بله خدا اجر بتیشه و خدای برادر ما را از ما نگیره و شما را همچنان زنده باشید. و شما راستی که ما ایره برتان بگویم که قوت دل کل مردم افغانستان شدین شما. برتان بگویم زنده باشید خوارجان. شما امیر رفتن شما و همین خدمت اینمی خدمت کلشی اتفاق بودنه که میخوایم شما تمام مردمتان اتفاق پیدا کنه و همبسته باشند. بله بله. اینمی افغانستان به صورت آرام شدن میتونه برادر محترم که اولش اتفاق و اتحاد و همبستگی باشه. ما خو آیت های قرآن شریف پیشتر خواندم. کسی که خداپرست نیست و این بت پرست است خداوند در روز آخرت او را جزا میده و اونا باز آرزو میکنن ای کاش ما خداپرستی یاد میداشتم. او برادر من نمیاله میگم تا به اتفاقی را بگذارین خداپرستی را بیارین یک قسم بخورین که بیایی بریم که افغانستان نجات بدیم از این مضیقه سیاسی. بیایی کل ما همینجا ما پیش میرم. ما اول اگر چیز واقع شد ما خودم بیا که از یک جای شویم بریم از خط دیورند تیر شویم. از پشتتان باور کنین خواهراتان از پشتتان میره. ما خو والا اگر ترس ایراز داشته باشیم این نیست از خاطر خدا نخواسته ما خدا بسازیم. که وطن گفتم به قلبش هیچ وقت ترس نداره و این را براتان میگم که آدم توکل خود به خدا کنه. ما از او برادرها و خواهرای خود خواهش میکنم که فقط توکل به خداوند میگه تو حرکت کن که ما برکت کنم. بله بله. که انسان ما چرا توکل خود برای مردم خارج کنیم؟ ما چرا توکل خود برای خارجی ها کنیم؟ ما توکل خود به اون خدایی که ما را هست کرده. خداوند میگه تو حرکت کن که ما برکت کنم. همین خوارجان داریم همین کار کنیم که کلگی دست یکی کنن و همگی همینطور یک مظاهره و همینطور یک سیستم حرکت کنیم. بالکل. براتان بگویم که مردم افغانستان باید نگوید که نمیشه. هر قدر که آدم یک چیز را بگوید نمیشه. وقتی که آدم بگوید نمیشه خود کل مردم دلداری میتین که میشه. وقتی که میشه چرا آدم خدمت به وطن خود نکنه با فکر از اون نباشه که آدم باید خدمت به وطن خود و به مردم خود. بله بسیار زیاد تشکر خوارجان که لینا بسیار پر است که دیگه خوارا را زنده باشین صاحب لطف کردین. تشکر از تلفن‌هایتان. براتون تقدیم میکنه. همگی سلام براتون تقدیم میکنه. کلگی گفتن از طرف ما به نماینده ما سلام برای برادر ما آقای متین بگوین و همیشه آرامی و کامیابی تان میخواین. خدا حافظ. زنده باشین زنده باشین. ما کارهای دیگه خواد کردیم. این نیست که از نگاه به اصطلاح نشان دادن ما یک بزنم. ما یک بنده خاکیستیم. هدف ما خدمت است. باور کنید در افغانستان برادرای بزرگ و
برادرای شناخته شده و سران قومی می آمدن مشوره می گرفتن در قسمت از این که پرابلم ملی چطور حل شد و موضوعات صلح. ما برای اونا گفتیم که اگر ما 6 ماه وقت بتین، من نفرهای خود از امریکا از اروپا جمع میکنم، نفرها از خود افغانستان از دیگه ممالک، ما میریم در کمیسیون صلح تیار میکنیم، صلح ببینیم چطور افغانستان به وجود میاریم. و این پاکستان یگانه طریق به اصطلاح در مقابل ما این عملات و تاختاش از بین میره که یک زور ببینه، زور که نبینه. می حالا شما پیشتر راجع به عربستان سعودی گپ زدم، گفتیم باید در مقابلشان ما مظاهره کنیم. شنیدم یعنی از هر نقطه افغانستان هر موضوعی واقع میشه ما خدا زنده داشت افغانای ما را، برادرای گرامی ما تلفن کردن امروز که عربستان سعودی با ایسای پیسه داده که در داخل ایران بره شیعه را در مقابل سنی پرته. گیر شما آگاه باشین. و دیگه ما از کل خوارا و برادرای خود ما این تقاضا دارم که موضوعات دینی را بالکل فراموش کنین. کل ما یک جسم هستیم، یک جسم، یک قلب، کل ما یک جلد، یک 5 انگشت داریم. دین مقدس اسلام دین مشترک ماست، ما عاشق شما هستیم، شما عاشق ما هستین. کل ما باید از طریق تفاهم مشترک موضوعات ملی خود علو فصل کنیم. ما از جناب بزرگوار هاشم عباسی که اونا مدیران جرگه یک جای هستن و ما ریاست ارتباط قومی را برشون تسلیم کردیم. اونا با ما گفتن که یک جرگه، بزرگترین جرگه دیورنده که موضوعات ملی را صحبت کنیم، موضوعات انتخاباتی را و موضوعات که ما چطور امی کمیسیون صلح را به وجود بیاریم. در هتل نو یک جرگه میگیریم که تماما افغانای در حومه واشنگتن، در ویرجینیا، در نیویورک، در نیوجرسی، در مریلند، در ریچموند، در نقطه امریکا شما بیاین، شما نظریات دارن بتین. اگه شما که ما دموجه همین کمیسیون صلح را انتخاب کنیم و کمیسیون دیران جرگه را هم انتخاب کنیم و این تماما از این ما خدمت میکنیم. ما تنها یک عضو بسیار خرد هستیم و تماما از اینا به دست شما تدارک خواهد شد و ما فکر کردم که یک راه حل مسئله ملی مردم افغانستان خواهد بود و اینا این صحبت با ما کردن که انشاءالله ما تاریخ تعیین میکنیم و عباسی صاحب تاریخ از پیش میگیریم. ما دیگه از برادر بزرگوارم شریفی صاحب که دیران جرگه آلند در هتل خود دایر کردن، ما ممنونتان هستیم. شما یک آدم ملی، یک آدم مرد هستین که تمام مصارف خودتان متقبل شدین و از تمام افغانایی که در هلند از اونا متشکر میکنم و ما در حدود 10 دقیقه دیگه داریم و از حضورتان مرخص میشم. برنامه ویدیو کلیپ ها بسیار زیاد مانده، ما عاشق نظریات شما، صدای شما هستم. برادر عزیز باور کنید که ما در لوگر که از برادرها کروی ماچی میکردم، بغل کشی میکردم، اتر یک مزه میداد، اتر یک مزه میداد. این ممالک ما هستیم، همو کلتور ملی ما را ما پیش برده نمیتونیم، روی ماچی کده نمیتونی، بغل کشی نمیتونی، احساس ملی تبر گفته نمیتونیم. بیا بیشی که اتر است و خدا بیایی که همی افغانستان خدا آباد کنیم. ما براتون اینو میگم که در این انتخابات خو ما شامل نیستیم، در دیگه انتخابات خو ما آجندای خود کت کاندیدا سرشان تعمیل میکنیم و تمام دوستا و رفیقای خود ما میگیم که به این شخص رای بده. اگر او اشرف غنی باشه یا دکتر سید عبدالله باشه، هر کسی که باشه. و چون ما امرای دکتر صاحب اشرف غنی ما صحبت کردیم، اونا رو میشناسم، ما خواستم که این نظریاتشو به شما پیشکش کنیم، شما ببینین که خودتون قضاوت کنین. ما کار که ما میکنم ایسته که منافع ملی افغانستان باید تامین شود. هر کسی که بیاید در مقابل پاکستان استاد شود و این تجاوزات پاکستان یک روز میایه
والله دل ما پخته است. مردم افغانستان کلش دلش هم کفیده. همون نفر شما شنیدین گفت که 78 سال گفت که من در افغانستان هستم، گفت آرامی ندارم از دست پاکستان و از این مداخلات ایران. و این دیگه که ایران شما او ما را میگیرین 2-3 بیلیون دلار تیار میکنین بخیر یک رژیم ملی وجود به در افغانستان، نیم پیسه او که شما میفروشین مربوط مردم افغانستان یا او سرت بند میکنیم. خب یک روز خدا همین دعای ما را قبول کنه. یک روزی حالا ما چیز نمیگیم، ما پلانا داریم. ما گفته نمیتونم نظر به دلایل امنیتی کارهای خود کردیم که انشاءالله کل مردم افغانستان یک روز که صدا کنیم 4-5 میلیون نفر سر پای استاد شوه و ما همی استعدادش داریم. شما دیدین در ولایت ما کمیسیون ها رو تیار میکنیم بخیر و این کمیسیون های ملی شما دیدین که با چه آغوش باز مردم لوگر ما را پذیرفتن. با مجرد که ما در داخل ولایت لوگر شدیم این مرکز ولایت لوگر خبر شده بود که ما میاییم. در هر جای انتظار ما را برادرها داشتن. صدقه از برادرای افغان خودشان، صدقه از این شهامتی برادرای ولایت لوگر شان. چی انسان ها هستن، چی انسان هایی که ما را تقدیر کردن. ما را باور کنید که در کامرا اونا آمده در پشت کامرا ما را در قبل کامرا ما را میگفت که بیا که نان بخوریم، یک چای برای تیار کنم، یک دوغ تیار کنم، یک شروع در قبر تیار میکنم. و شما دیدین که پلیس های ملی ما را چی تعریف کردن و گفتن که افغان ما، هزاره ما، تاجک ما، پشهی ما فرق داره از دیگه مردم. یعنی ما به خصوص هستیم در قسمت اتحاد اتفاق. میفهمین که اونجا شاید نوکرای دشمنای ما زود بوده باشه، ما شهامت مردم افغانستان دیدین. ما شما را سالها بارها میگفتم و این کسایی که میگفت که امیر فرید یونس چند روز پیش گفته که پدر شما خط دیورند گرفتن نمیتونید. خب به خودت چی غرض؟ خودت از پاکستان هستی؟ خود چرا در بین افغان‌ها تو میای کار میکنی؟ نظریات عزت در بین افغان است. تا که افغان عزت افغان خدا نکنه، عزت افغان در افغانستان است. تو بسیار خوش شدی که پدر من زنده می بود، میال کتما می بود، می رفتیم از خط دیران تیر می شدیم. بر صورت ما نظریات تو نشوندم، کل لینا پر است. ما بسیار معذرت می خواهیم. 3 ساعت ما برنامه دایر کردم به شما، 1-2 لاین دیگر رو می گیریم، باز ما از حضورتان مرخص می شم. بفرمایید صاحب، در خدمتتان هستیم صاحب. الو سلام علیکم. سلام برادر گرامی، سلامای ما را قبول کنید صاحب. همچنان از ما را نالاقند ما خودت امو مثلا نکد که دیدی همونجا خانه ما فعلا همونجا هست. وا زنده باد. پدرم مادرم فامیل ما همگیم همونجا زندگی میکنم. ما خودم مال فعلا در اروپا هستم، در اتریش زندگی میکنم. یک پشتر اگر دیدید که آرامی است. من خودم 3 سال مکمل مدنی اردوی ملی کار کردیم. حال آمدیم در اروپا هستم، در اتریش. باور به من نکو، به خدا کو که من زخمی زندگی نیست. تو گفتی که آرامی زنی مردم اینجا میشنوان میگن آرامی است، ولی پس بچه را کل دی جوانا را پس دیپورت میکنن. ولی باور به خدا کو که ما را 3 بجه شب خانه کشیدم، اون پلاینه که نشان دادی دمو داشت مرا کشیدن پایین 3 بجه شب در نانایم شکسته پایین زخمی. مرا گفتم اینجا حالا ما آمدیم دیپورت دادر گل منفی دادیم قرار هستیم ازیل هستیم دادر گل. اینی گپای را که این مردم میشنوان میگه والا وقت وطن شما آرام است، وطن شما جور است کل دیدید. ولی ما خودم خوست وظیفه اجرا کردیم، قندار کردیم، ولسوالی پنجویی که ذکر خطرناک نیست، زابل کردیم، کنار کردیم، جلال آباد کردیم. یک ولایت افغانستان ما نمونیم پرشما بر کوچه با کوچه نام میگیریم. ولی امروز آمدیم از مجبوریت آمدیم، پدر فامیل کل جور علاقه منیج آمدیم. تقریبا 3 سال میشه افتیدیم دادر گفت سیم پیره میشه که من منفی آمده. تشکر لالای گل. جواب من از طریق تلویزیون بشنو. خودتون است که شما وقتی که در حالت انتقال هستین از یک رژیم به دیگر رژیم و ما زیادتر نمیخوایم که در این قسمت شما میفهمید که در افغانستان
چی میگذره. ما پیشتر خدمتتان عرض کردم که بخیر یک رژیم ملی، رژیمی که دلش برای غریب، بیوه، یتیم، مسافر، ریفیوجی. شما دیدین حالت برادرای ما را که در ایرات، ولایت ایرات یا یخ زده بودن. ما هیچ باور کنین که از ساختگی گپ نمیزنم، والله خوصی برده باشه مرا با خدا. هر دقیقه 1 ساعت بعد 1.5 ساعت بعد همون فامیل زیاد نظر می آمد، همین جوانی از او برادرها و چرا مواد مخدر استفاده کنه. شما ببینین که وقتی که ما در ولایت لوگر رفتیم چقدر مردم خوش شدن. وظیفه یک زعیم ملی است که برای مثل پدر واره احوال اولادای خود بگیره. ما فخر میکنم 4 اولاد دارم، نام خدا زنده داشته باشه، که 3 نواسه، داماد هم دارم، عروس هم دارم. هر دقیقه احوالشون میگیرم، برشان میرسم. ضرورت به کمک داشته باشن برشان میرم. شخصا دولتداری هم همونطور است که شما برین بالفرض اگر امی قدرت در دست ما می بود، ما هر هفته در یک ولایت میرفتم. در ولایت به اصطلاح پرابلمش پیدا میکردم که چی پرابلم است، به اساس از او پرابلم همون ولایت حل میکردم. وقتی که شما یک زعیم ملی در ولایت میره و مشکلش حل میکنه و روی برادرای خدمات میکنه و همون خوشبویی افغانیت دماغ خود استشمام میکنه، اونا هم این در فکر خود میگیرن که نمی آدم آمده بر خدمت ما. که شما یک صدا کنین 10 میلیون نفر سر پای استاد میشه. وقتی یک نفری که پولای گزاف میایه و او در غم غریب و غربه نمیره و یک طبقه مخصوص پولا را غارت میکنه و هنوز هم در غارت کردن و دزدی و خیانت است. دیگه برادر شما چی توقع دارین؟ شما رفتیم در اردوی ملی سک جنرالای ملی ما، جنرال صاحب رازق، رفتیم به دیدنشان. اونا چقدر مهربانی کردن. شما این موضوعات در فکرتان بگیرین که اگر لیدر یا زعیم مملکت بر احوال اولادای خود بگیره، این مشکلات والا با سیزم خدا 1 دقیقه پاکستان دوام کنه، 1 دقیقه دیگه. ما چی بگویم برادر؟ خودم ما موظف نیستم، ما در کدام چوکی رسمی ندارم، فقط ما خادم شماستم. اما آوردن صلح با وجود دادن کمیسیون صلح و موضوعاتی که مربوط به افغانستان است و حیات سیاسی افغانستان و در تماس میگه در حیات سیاسی افغانستان. برادرت خود فعال بود و ای که امی فعلا دشمنای مردم افغانستان بسیار بیقرار شده و یکی از تلفن‌ها از اونها رو ما پیشتر گرفتم. من نام نمیگیرم و آدم دائم در تلویزیون ها تلفن میکنه، اما این جای خجالت به اون نفر است و بشرم یک ذره که آمدی نامتان افغان میگیری و خدمت خائنا رو میکنی. ما خو میریم خدمت به مردم افغانستان، شعار ماست و چیزی که کسی که فکر کوتاه ما با ما به اصطلاح اجازه بده که ببینیم منافع ملی افغانستان و تمامیت اردی افغانستان توسط شخص برآورده میشه، ما نفر ما تعقیب به اصطلاح پشتیبانی میکنیم و او رای جمع میکنیم و ما قدرت داریم فعلا در افغانستان در 34 ولایت جای لاف هم نیست و پتاق هم نیست. ما ببینیم که کی قلب و دماغ مردم افغانستان میگیره، دوزی میکنه به اصطلاح. ما میریم به سپورتش و ما از هیچ چیز هم ترس راست نداریم تا که خداوند جل جلاله ما را حمایت کنه. هیچ کس هم دکتر نمیتونه، هیچ کس هم. و ما برای آیسای پاکستان هم میگم که کار را که شما میکنین، اسلام کشی حالا شروع کردین که بین شیعه و سنی هم قتال اشار بتین. میفهمین پرابلم سوریه چی است؟ پرابلم سوریه موضوع شیعه و سنی نیست. برای که سوریه اگر راکت تیار کرده که هر قسم تانک بود از بین میبرد، او از بین برده شد توسط همین اتفاق عربستان سعودی با اسرائیل و
حال فعلا داخل خاک افغانستان عربستان سعودی ما مداخله کنه. برای این خاطر ما یک زعیم بسیار ملی کار داریم و اتفاق کار داریم. ما نمیخوایم که سرنوشت سیاسی افغانستان و دست پاکستان و عربستان سعودی بره. ما شما را 4 ماه پیش به اصطلاح به توجهتان آوردیم، گفته امریکایی وارنینگ هم دادیم. دیگه از این که وقت ما پوره شده و ما میمان خانه‌تان در 3 ساعت گذشته بودم دیگه، ما سلام و احترامات خدا با فرد شما میرسانم. دستای بزرگا را میبوسم، روی خردار و همشیرا را دستاشون را میبوسم. در پناه خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.